بچه‌ها هماهنگ کردم هفته آینده قراره اردو بریم شیراز. با معلماتون هم صحبت کردم امتحانات هفته آینده رو قراره فعلا لغو بکنن بندازن برای هفته دیگه. فقط این که خودت خوشمزه‌هاتون و اسپیکر و لباس خوشگلاتون یادتون نره. به نظرم امروز باید بریم کیفشون رو بگردیم گوشی‌ها رو بگیریم. نه خانم نازم این چه کاریه؟ کیف حریم خصوصیشونه، ما که نمیتونیم بریم کیفاشون رو بریزیم بیرون بگردیم. با این مسئله باید طور دیگه برخورد کنیم. سلام خانم مدیر. چی شده؟ معلممون گفتش که بیام پیش شما. برای چی کردی؟ تو کتابم نقاشی کشیدم. ببینم. بفرمایید. اوه قشنگم کشیدی. نقاشی خوبه. خب ببین الان که برو سر کلاست، ولی فردا حتما بیا دم دفتر یادم بنداز که اسمت رد کنم برای مسابقه نقاشی. خانم سوی عزیزم اگه امکانش باشه من این یه رو با آخر زنگو با بچه‌ها یه صحبتی میکنم. شما میتونید برید. خب کاری باهاتون نداشتم، دیدم امروز یکم کلاساتون سنگینه، گفتم یه رو با آخر استراحت کنیم. بچه‌ها آروم برید سر کلاس، هم دیگه رو هول ندید. چرا انقدر رنگ و رود پریده؟ مریضی؟ بله خانم. خب برو سر کلاس وسایلتو جمع کن برو خونه. نمیشه خانم، آخه این زنگ امتحان ریاضی داریم، خانم نمره کم میکنه. اسم معلمت چیه این زنگ؟ خانم موسوی. اوکیه ببین من خودم خانم موسوی صحبت میکنم که امتحان یه روز دیگه ازت بگیره. برو سر کلاس وسایلتو جمع کن، بیا دفتر زنگ بزن بیام دنبالت. من با شما چیکار کنم؟ مگه 100 بار به شما نگفتم وقتی میخواید شلوغ کاری بکنید یه نگهبانی چیزی بذارید دم در که خانم ناظم نیردتون اینجا؟